خب وقتتون بخیر. امروز آیت الله خامنه ای در سخنانی با مردم قم در روز 19 دی 1356 تلاش می کنند و تلاشی مذبوحانه می کنند در راستای ابطال احکامی که ما در مورد روایت آنوسی کورپریتی دولت یهود ایرانی و روایت جمهوری اسلامی صادر کردیم. آیت الله خامنه ای سعی می کند با فرار به جلویی که انجام می دهد داستان و پارادایم شیفت 57 را با سرکردگی ارباب بزرگشان ایالات متحده آمریکا به یک جریان انقلابی تبدیل بکند در این لابراتوار شیمی خود و سعی می کند که اذهان عمومی را مغشوش‌تر از قبل بکند. اذهان عمومی که به یمن احکام آخذ کردوار سربخو می داند که آنچه در سال 57 اتفاق افتاد انقلاب نبود و یک پارادایم شیفت بود. خمینی رهبر بلا منازع و کاریزماتیک نبود، یک چهره برساخته برای یک گذار بود، اون هم به روایت جمهوری اسلامی با هدایت و راهبری ارباب بزرگشان ایالات متحده آمریکا و همچنین سپاه ناموجود قانونی، سپاه پاسدارانی که امروز تاراج می کند قلمرو سرزمینی را که بایستی یک وجود قانونی داشته باشد. اینی که مردمان این سرزمین با هم احیانا هموطن و شهروند می شوند دلیلش داشتن یک هویت قانونی است و حاکمیتی که غیر قانونی و مهمترین نهادش که انحصار خشونت را در دست دارد که سپاه پاسداران باشد موجودیت قانونی ندارد. موجودیت این دولت ملت کورپریتی ایرانی را نیز او تهدید کرده و به نابودی کشانده است. البته من تلاش کردم که فیلم این سخنرانی را به دست بیارم و ساعتها هم صبر کردم، اما این فیلم رو در هیچ سایتی نتونستم به دست بیارم و حتی از سایت های خود علی خامنه ای. اما خبرگزاری مهر مثل تمامی سایت های دیگر شرحی بر این سخنان نوشته است که من فعلا در این دیبیت به این شرح اکتفا می کنم و علیرغم پراکندگی که در گزارش از این سخنرانی داده شده است، من سعی می کنم که همون مطالبی رو که در دیبیت های قبلی در نامشروعیت انقلابی و ناموجودیت قانونی بودن سپاه پاسداران و همچنین انقلاب نبودن 57 و پروژه مهندسی شده ارباب آمریکایی برای چهره برساخته آیت الله خمینی رو تعقیب میکنیم. میگه که این خبرگزاری مهر 19 دی 1400 ساعت 10:26 با این تیتر: رهبر انقلاب در دیدار مردم قم، غیرت دینی عامل نجات بخش کشور است. مسئولین از ظرفیت مردم استفاده کنند. خب البته کسی نمیداند غیرت دینی یعنی چه، به چه چیز غیرت دینی میگویند. این با ایمان فرق میکنه، این با رعایت اصول فقه فرق میکنه، این با فرامین خداوندی که احیانا از زبان یک فقیه مجتهد صادر میشود فرق میکنه. خب ما نمیدونیم این غیرت دینی که آقای خامنه ای ظاهراً در پی تلاش مذبوحانه
برای انقلاب نامیدن 57 انجام می‌دهد، چون او نمی‌تواند ثابت بکند که در اینجا رهبریتی با متنی انقلابی و با داشتن دوگانه‌هایی این الهام بخشی را و این ایجاد انگیزش را در مردم کرده است تا مردم بسازد، مردم قصدمند بسازد، تا اونها به صحنه وارد بشوند و بخواهند قصد خود را به نمایش بگذارند. آقای خامنه‌ای نمیتونه این کار رو بکنه. سپاه پاسداران و تئوریسین های سپاه پاسداران نمیتونن این کار رو بکنند. به همین خاطر به یک مفهوم مجعول بی تعریف، بی محتوا تحت نام غیرت دینی متوسل میشن که هیچ معنایی نداره، هیچ ترم سیاسی نیست، ما نمیدونیم این چیه. این غیرت دینی که انقلاب میکند احیانا، چرا در بین این دو میلیارد مسلمان موجود نیست و ناگهان در وجود خمینی و مردمان اون اعصار ظهور میکنه و در هیچ برهه دیگری این غیرت دینی ظهور نکرده است. خب این از بی‌بضاعتی کسانیه که این پروژه آمریکایی پارادایم شیفت 57 رو میخوان انقلاب بنامند. خمینی و آیت الله خمینی تا 6 ماه بعد از اعلام بی‌طرفی ارتش در 22 بهمن 57 که اینها بهش گفتن پیروزی انقلاب، یعنی آغاز روایت جمهوری اسلامی، دوگانه مستکبر و مستضعف را ندارد. خب حالا آقای خامنه‌ای سعی می کند امروز در گفتگویی که با مردم قم که در مصلای قم حضور پیدا کنند و به بهانه اونها مطالبی رو بگه. از اونجایی که این کل متن سخنرانی نیست، طبیعتاً فرازهایی رو انتخاب کردن و امکان داره که عین خود متن سخنرانی نباشد. لذا ما حتما یک دیبیت دیگری خواهیم داشت در تکمله این دیبیت. خب میگه که ایشان افزودند حادثه 19 دی و دنباله های سیاسی اجتماعی آن. دنباله های سیاسی اجتماعی حادثه 19 دی، حادثه ای که در پس هیچ انگیزش انقلابی با داشتن هیچ متن انقلابی مردم سازی اتفاق نیفتاده. ببینید آیت الله خامنه‌ای و کسانی که مشاورین شما هستند و غاصبان این سرزمین، موجودات ناموجود قانونی، زورگویان خارجی بر گرده این قلمرو سیاسی، شما بایستی بدانید برای یک قیام شما بایستی مردم قصدمند بسازید. توده های جمعیتی را که در شهرها جمع کرده اید و مردم نیستند، شما بایستی در اونها قصد ایجاد بکنید تا به مردم تبدیل بشوند. برای این ایجاد کردن قصد شما بایستی یک جهان بینی داشته باشید و در این جهان بینی شما دشمن و دوست را مشخص کرده باشید. آنچه که بعداً خمینی بهش پی میبره و اربابش به این ضرورت میرسه که با کپی کردن از نگاه چپ پرولتر و سرمایه‌دار رو به مستکبر و مستضعف تغییر بدهید، نشان از این میدهد آنچه شما انجام دادهید یک سری نمایش های بسیج توده بیشکل مردمی با ابزارهای مادی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بوده است. به همین خاطر شما متوسل میشید به ساختن مفهومی مجعول به نام غیرت دینی. خب حادثه 19 دی 56 ایشان میفرمایند که
و دنباله های سیاسی اجتماعی آن نشان دهنده عمق اعتقادات دینی مردم بود. اعتقادات دینی مردم به چه؟ آقای علی خامنه‌ای به وحدانیت خداوند، به ختمیت پیغمبر اسلام، به معصومیت امامان شیعه. اعتقادات دینی به چه؟ 19 بهمن به چه؟ به مرجعیت شیعه. خب شما هیچی نمیگی، میگی اوج اعتقادات دینی بود. یعنی تا قبل از 19 دی این مردم در کف اعتقادات دینی بودند؟ یعنی آنچه که اعتقادات دینی مردم رو نمایش داد، به بروز و ظهور رساند، واکنش مردم در مقابل مقاله رشیدی مطلق بود؟ آقای خامنه‌ای شما به این قیام میگویید. این قیام است یا در بهترین حالت اگر هم خودجوش باشد یک شورش کور است. شما اینجا مشخصا نمیگید برجستگی این اعتقادات دینی در کجاست. مردم جامعه توحیدی را تعقیب میکنند. مردم بر علیه هزار خدایی قیام کردند و وحدانیت میخواهند. مردم چه چیز میخواهند که شما میگید اوج اعتقادات دینی بود؟ چرا این مردم کف اعتقادات دینی داشتند تا قبل از 19 دی؟ خب شما دارید ماسمالی میکنید، توان ندارید، هیچ کار بنیادینی نکردید، یک عده گمنام بودید. اربابی به شماها هویت داده، به شماها ابزار داده. اربابی با ابزارهایی که دارد یک پارادایم شیفت انجام میدهد و عاملان این پارادایم شیفت را شماها انتخاب میکند. از مردم هم استفاده میکند، مردمی که به مردم بودگی نرسیده است. آقای آیت الله خامنه‌ای، شمایی که بر مسند این دولت غاصب اجنبی ساخته غیر قانونی تکیه زده اید، شما این حرفا رو میدونید. برای قیام شما بایستی مردم بسازید، مردمی قصدمند به وجود بیاید تا قیام بکند، تا قیامی هدفمند بکند. خب این گونه حوادث که مضامین قوی و پیام‌های بزرگی برای نسل‌های آینده دارند. آقای آیت الله خامنه‌ای این رو شاید از یک ملا منبری بشه قبول کرد که داره عوام فریبی میکنه، اما شما که رهبر فرزانه هستی، بایستی مدیر و مدبر و از این چیزها باشی. شما چرا لاتایلات میگی؟ کدام مضامین قوی؟ یعنی چه مضمون قوی در این حرکت 19 دی هست که شما توان مصادیق اینها رو نداری و پیام‌های بزرگی برای نسل‌های آینده دارد؟ چه پیامی برای نسل‌های آینده دارد؟ این پیامی که همین جوری میشه به خیابان آمد و همین جوری میشه بدون متن و محتوا و مردم سازی انقلاب کرد. چه پیامی داره آقای خامنه‌ای؟ این از شما قبول و قابل قبول نخواهد بود که شما همینطور حرفایی رو به خاطر اینکه مورد لقلقه دهانی شما بوده
بدون اینکه هیچ مصادیقی از این حرفا داشته باشید ارائه بدید. برای شما ایجاد مسئولیت میکند. در چهره مدبر بودن شما خدشه وارد میکند. شما را عوام فریب و دروغگو جلوه میدهد. آقای خامنه ای، شما دارید دروغ میگید و توان تعریف کردن این لاطائلاتی را که به کار بردید ندارید. نباید در غبار فراموشی کم رنگ شود. خب نذارید در غبار فراموشی کم رنگ بشه. بیایید حوادث 19 دی رو بررسی کنید. مثل سایت BBC نباشید که گاه شمار روزهای انقلاب رو داره، یعنی اون پارادایم شیفت رو داره معرفی میکنه، از 8 فروردین 57 آغاز میکنه، نه از 19 دی. به خاطر اینکه اگر از 19 دی آغاز بکنه اون وقت مجبوره که بگه که در 19 دی چه اتفاقی افتاد و بعد داستان خیلی فکاهی میشه. آقای خامنه ای، شما دستگاه عریض‌الطویل دولتی در اختیار دارید. شما با اون بنیادها و اون سرمایه‌های عظیمی که از این مملکت به تاراج برده اید، با اون گردن کلفت‌های مفتخور راندخوری که دور براتون هست، با اون رجاله هایی که تحت نام تئوریسین و نخبه و اساتید دانشگاه و متخصصین در اختیار دارید، بفرمایید این 19 دی چه فراز بزرگی است. از اون مصادیق های بزرگ، پیام بزرگ و مضامین قوی را بیاند دربارش در مورد 19 دی صحبت بکنن، برنامه‌های مختلف برگزار بکنن تا ما بفهمیم این مضامین قوی چه بود، این پیام‌های بزرگ چه بود. آقای خامنه ای، ایشان افزودند حادثه 19 دی و دنباله سیاسی اجتماعی آن، ببخشید، بله، ایشان فرمودند حادثه 19 دی و دنباله های سیاسی اجتماعی آن نشان دهنده عمق اعتقادات دینی مردم بود. دوباره اینو تکرار کردم. زیرا اگر امام به عنوان یک مرجع تقلید و عالم دینی در مرکزیت آن نبود، هیچ شخص و جریان دیگری نمیتوانست ملت را شهر به شهر به خروش و قیام وادارد. یعنی آقای آیت الله خامنه ای، هر مرجع دینی میتواند این کار را بکند. یعنی الان آیت الله چه میدونم مرجع تقلیدی که در قید حیات باشد میتواند تو را از اریکه قدرت به زیر بکشد؟ تویی که مرجع تقلید نیستی، مقام علمی روحانی هم نداری و او میتواند با یک فتوا این مردم که اعتقادات دینی و غیرت دینی دارند رو به خیابان بکشه تا تو رو به سزای اعمالت برسونند. همچین چیزی امکان پذیره؟ صرف این که کسی مرجع تقلید دینیه. مرجع تقلید دینی مردم سازی می کند. این مراجع تقلید دینی در کجاها حضور داشتند در این تاریخ اگر ابزار در اختیارشون نبوده؟ مثلا مثل آیت الله سیستانی که ایالات متحده آمریکا ابزار دولت عراق رو در اختیارش قرار میده، قانون و دولت و اقتصاد رو در اختیارش قرار میده، تبلیغات و میدیا رو در اختیارش قرار میده. اگر خمینی مرجع تقلید نبود هیچ کسی نمیتونست این کار رو بکنه.
خمینی مرجع تقلید چگونه این کار رو کرد؟ آقای آیت الله خامنه‌ای. خمینی که این قدرت رو داشت چرا قبلا این کار رو نکرد؟ چرا این همه به خودتون فشار آوردی؟ اگر مرجعیت تقلید از این کارا بلد بود بکنه چرا آیت الله کاشانی سال 32 نکرد؟ چرا آیت الله کاشانی مجبور شد پول بگیره از مساجد استفاده بکنه تا عده غمکش مثل شعبان جعفری و طیب رو برای نمایش‌های خیابانی وارد خیابان بکنه؟ آقای خامنه‌ای، خب ما تا حالا فهمیدیم آقای علی خامنه‌ای این انقلاب شما هیچ الهام بخشی درش نیست، هیچ متن مردم سازی ندارد. این رهبر شما بجز مقام ملایی هیچی دیگه هم نداره، هیچ چیز دیگه نداره. ملای مرجع هم از اون بیشتر بود، گردن کلفتر هم بود. اگر شما بر غیرت دینی که ما نمیدانیم چه چیزیه ایستادی، حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به محوریت علمای دینی شجاع و سیاست شناس در اغلب حوادث تاریخی و اجتماعی 150 ساله اخیر ایران، از جمله قضیه تنباکو، نهضت مشروطه، حادثه گوهرشاد، قیام 30 تیر و قیام 15 خرداد گفتند. تمام این مراحل تاریخی را که شما فرمودید همش جعله آقای خامنه‌ای، چون شما بایستی بگی در ماجرای تحریم تنباکو میرزای شیرازی چه چیزی باعث شد در مقابل این بیستد؟ وطن پرستی؟ غیرت دینی؟ چطور این آقا در خیلی از جاها سکوت میکنه، به ماجرای تنباکو میرسه ناگهان فتوا میدهد؟ این تاریخ سازیه؟ مگه میشه شما همینطوری بیایید فتواهای الکی بدید بدون پشتوانه؟ بر اساس چه دارید فتوا میدهید؟ چیه این غیرتی که دارید؟ غیرت میهنیه؟ پتریوتیک بودنه؟ مسلمان بودنه؟ کجای دیگه این فتواهای شما هست؟ چرا فقط در این مورد فتوا دارید؟ شما استعمار ستیزید؟ کو این متنهای ضد استعماری شما ملاهای دینی که شرح میده استعمار چه شکلیه؟ چه کار میکنه؟ شما چه کار میکنید؟ خب همونطوری که دیدید آقای خامنه‌ای تلاش میکنه از این نمد یک کلاه بدوزه برای روایت غیرقانونی غاصب یهودی دولت ایرانی جمهوری اسلامی که اون رو یک حادثه برخاسته از دل مردم و خواست مردم بنامد. این تلاش مذبوحانه ره به جایی نمیبره. به لاتائلات گویی در سطح رهبریت جمهوری اسلامی در پاسخ به احکام ما دارد. عناصر بانفوذ ممکن است شماری از مردم را به حرکت درآورند. عناصر بانفوذ ممکن است شماری از مردم را به حرکت درآورند، اما به موج درآوردن اقیانوس عظیم ملت در مقابل استعمار و استکبار و دنباله آنها فقط کار عالم و مرجع دینی است. آقای خامنه‌ای باز شما لاتائلات گفتی. آقای خامنه‌ای اون دورانی که عناصر بانفوذ میتونستن به واسطه پیوندهای خونی و مقام
نسبی و سببی که دارند عده‌ای از مردم رو با خود داشته باشند طی سلسله مراتبی که تعریف شده بود و اون هم روابط عشیره‌ای و ایلی بود. در دوران مدرنی اتفاق میفته آقای علی خامنه‌ای. مردمانی که در شهرها درست میشوند مردم نیستند. زمانی مردم میشوند که قصد داشته باشند. به همین خاطر قیام زمانی صورت میگیرد آقای خامنه‌ای که مردمانی که همدیگر را نمیشناسند در یک توده متراکم زندگی میکنند قصدمند میشوند که فرمانبرداری نکنند از حاکمیتی و او را به زیر بکشند. برای این قصدمندی شما ایده میخواید. ایده اسلامی هیچ وقت قصد در مردم نساخته. هیچ وقت. یک امت گله‌ای ساخته. نه قصدی در مردم ایجاد نکرده. همونطوری که زیر فرمان شما امروز مردمان قصدی ندارند. به همین خاطر شما دارید به حیات زالوگونه خود و متجاوزانه و غاصبانه خود ادامه میدید، چون مردمی در مقابل شما قصدی نداره. هیچ قصدی نداره. فوقش اینه یه فشار بهش میاد، یا گرسنه است یا از یه وضعیتی نگرانه و شما میتونید از این نارسایی ها و از این نارضایتی ها استفاده بکنید، یک شکل نمایشی از توده را به نمایش بگذارید و بعد نیات سیاسی خود را حاصل بکنید. به این نمیگن قیام، به این میگن استفاده ابزاری کردن از توده بیشکل ناقصدمند و فقط ناراضی. پس شما دیدید تفاوت دوران و ریختهای قبل از مدرنیسم با دوران مدرنیسم فرق میکنه آقای خامنه‌ای. شما در هیچ برهه‌ای این توان رو نداشتی. هیچ وقت نداشتی. ملای مسلمان کم نداریم که فتوا میتونه بده و هیچ وقت این فتواها به هیچ جایی نرسیده. فقط کار عالم و مرجع دینی است و از همین جا میتوان راز دشمنی عمیق مستکبران را با دین، علمای دینی، علمای سیاسی، فقه سیاسی و اسلام سیاسی درک کرد. آیه خامنه‌ای، ترم مستکبر اینجا یعنی چه؟ یعنی کسی که فرای قانون عمل می کند. فرای قانون عمل می کند. فقط علما میتونند با مستکبرین بجنگند. دین اولا ستون اصلی حاکمیت است و حاکمیت دولت ملتی است. عین ادیان ابراهیمی که تفاوت می کند نوع قانونشان با قانون افلاطونی این است که در ادیان ابراهیمی و یهودی و مشخصا یهودی، که یهودیت باشد، که مسیحیت باشد، که اسلام باشد، شما قانون و شریعت داری و وقتی قانون و شریعت داری پیشفرض قانونگذار را نیز داری. خداوندی که این قوانین را ساخته است و مردمی که با اطاعت از این فرامین چون نمیتوانند با خدا یکی بشوند، چون محدودیت بشریشون اجازه نمیده به خدا ملحق بشوند، با اطاعت از فرامین خداوندی به خدا نزدیک میشوند.
به همین خاطر با دعا کردن و قربانی کردن نیست که معتقد دینی به خدا نزدیک می شود، بلکه با اطاعت از فرامین خداست. همین رو دولت کردن. بعد تو میگی که دولت دینی آمریکا، دولت دینی بریتانیا دولت دینی نیست؟ دین موجود نیست؟ اینها با دین شما مشکل دارن؟ کجا شما دیدید ملا کشی کردن؟ کجا شما دیدید ملا در صف مقدم بنیانگذاری یک حکومت نبوده؟ در کجا این اتفاق افتاده؟ در همین عراقی که ایالات متحده آمریکا از چنگال صدام حسین در آورد و آخوندهای شیعه زیر دست شما و شمای نوکر آمریکا کنترل عراق رو به دست گرفتید، در اینجا میشه این دشمنی رو دید. مثلا تمام ملاهای شیعه رو کشتن در عراق. الان دیگه یک ملای شیعه برای نماز میت در عراق پیدا نمیشه. استکبار جهانی صدام حسین رو اعدام کرد با دستان شما. الان اونا با ملا دشمنند. چرا این ملاهای شیعه شما در عراقی که اکثریت شیعه وجود داشت این توان رو نداشتن؟ آیت الله حکیم بود، آیت الله سیستانی بود، آیت الله خمینی مرجع بود. چطوری این خمینی در نجف میتواند مردم تهران را به حرکت در بیاورد، در کربلا و نجف نمیتونه این کار رو بکنه؟ تهدید برای رژیم بعث عراق نیست، اما برای رژیم پهلوی تهدیده. مگه شما مذهبتون شیعه نیست؟ مگر این مرجعیت شیعه را چیزی علاهده نمیدانید؟ مگر متفاوت تر با علمای تسنن نمیدانید؟ مگر ادعا نمی کنید که قدرت دارید؟ مگر شما الان ادعا نمی کردید که حضور شماها این اتفاقات را رقم میزند و یک عالم دینی مرجع تقلید این کار میکنه؟ خمینی در بین شیعیان معتقد عراق چرا نتونست این کار رو بکنه؟ در جمعیت اکثریت شیعه عراقی، همون موقعی هم که شما یک عراقی رو داشتید که یک قوم اتنیکی هم به نام کرد با این رژیم در جنگ بود احیانا. چطور این امام خمینی شما توان این قیام را در این عراق نداشت؟ غیرت دینی مردم عراق موجود نبود؟ اونا غیرت دینی نداشتن؟ فقط مردمان قم غیرت دینی داشتن؟ فقط تبریزی ها غیرت دینی داشتن؟ مشهدی ها دارن؟ شیعیان ما بقیه دنیا اختن؟ فقط شیعیان کاشان شیعن؟ آقای علی خامنه ای، چطوری شما این همه تناقضات رو لاطائلات رو میتونی بگی؟ خمینی تبعید شده به نجف در کانونی که در کنار قبر علی ابن ابی طالب مولاتان قرار داره و مردمان عراق شیعه معتقد توان بسیج این مردمان رو بر علیه رژیم متزلزل بعث نداره، اما بر علیه رژیم قوام یافته و دوام یافته 50 سالی پهلوی که ارباب آمریکایی هم پشت سرش داره، ارتش بسیار قدرتمندی داره طبق ادعای خودشون، خمینی این کار رو میتونه در اینجا بکنه اما در عراق نمیتونه. تهدیدی هم نیست برای دستگاه حکومتی عراق. مگر شما اساس باوراتون همین اعتقادات و غیرت دینی نبود؟ مگر امروز شما این المهدی و سلیمانی و این شیعیان عراق را در ید خود ندارید و به بهانه شیعه‌گری نیست که در بغداد هستید؟ چگونه است اون زمان اون قدرت رو نداشتید؟ چگونه است بعدترش هم این قدرت رو نداشتید؟ نتونستید این کار رو بکنید تا زمانی که صدام حسین در قید حیات بود، حتی زمانی که عراق در محاصره جهان بود از 91 به بعد. چطوری این رژیم شیعه پیزوری شما با تمام ابزارهایی که در اختیار داشت نتوانست یک قیام شیعیان عراق به راه بیندازه؟ این شیعیانی که امروز تبدیل به حشد شدن و کتائب احلاق شدن و آدم میخورن و گاز میگیرن و چطوری آقای علی خامنه ای؟
خب یا اینجا شما داری دروغ میگی یا این غیرت دینی اصلا معنا نداره. غیرت دینی زمانی بروز میکنه که با پول یک عده ارباب تحت نام پروژه شما رو به خیابان بیارن. اینه غیرت دینی. وگرنه این باید یک نمودهای دیگری در یک جاهای دیگری میداشت. مثلا اون غیرت دینی لبنانی هایی که شما هستید اونجا با ابزار و با پول صورت گرفته. افغانی میگه که نان اگر باشه نانخور زیاده. چطوری این برادران حزب الله بدون بودجه و دلار نمیتونن زندگی بکنن؟ باید بهشون بودجه داد، دلار داد، اسلحه داد، خانه نعمت داد، طرف هم شغلش شده حزب اللهی بودن. شغلشه، درآمدش از این من راه تأمین میشه. آقای خامنه‌ای، تمام بحث ما هم سر اینه که شماها داری دروغ میگی. اینجا الهام بخشی صورت نگرفته، اینجا مردم سازی نشده، اینجا ابزار وجود داره، ابزار مادیاته. یه ارباب آمریکایی یه پروژه آورده، شماها رو برساخته و دنبال این پروژه شماها و در تعقیب این پروژه شماها به منصه ظهور رسیدید و یک سری نمایش‌های خیابانی از چیزی به نام تظاهرات و سست عنصری دولت پهلوی که ارباب داره بهشون فرمان میده که این گونه رفتار بفرمایید. فقط کار عالم و مرجع دینی است و از همینجا میتوان راز دشمنی عمیق مستکبران را با دین، علمای سیاسی، فقه سیاسی و اسلام سیاسی درک کرد. ایشان با اشاره به کسانی که شعار مرگ بر آمریکا را علت خصومت همیشگی استکبار با جمهوری اسلامی میدانند افزودند آمریکا از بن دندان با نظام اسلامی دشمن است، زیرا این نظام را برخواسته از دین و مظهر اعتقادات دینی ملت میداند. یعنی ایالات متحده آمریکا با کشورهای دینی مشکل داره، با مراکز دینی مشکل داره. آقای علی خامنه ای، این ایالات متحده آمریکا نبود که به شماها دستور داد که سفارت رو تخلیه بکنن نیروهای مجاهدین خلق و چریکای فدایی در بهمن 57 و این آمریکا نبود که نیروهاش رو در سفارت گذاشت تا شماها در 13 آبان 58 اینها رو به گروگان بگیرید. این ایالات متحده آمریکا نبود نمایش مضحک تبس رو برای شما درست کرد. این ایالات متحده آمریکا نبود که انحصار دشمنی اسرائیل رو در منطقه به شماها داد تا مردمان فلسطین را نابود بکنید. چطوری ایالات متحده آمریکا با شما دشمن است؟ چطوری ایالات متحده آمریکا پاسخ یاوه‌گویی های شما رو نمیده؟ چطوری ایالات متحده آمریکا آقای علی خامنه ای عراق رو در 2003 که میگیره تمام اسناد استخباراتی عراق رو در اختیار شما قرار میده و به شما میده که شما میتونید 400 تا خلبان عراقی را شکار کنید و بکشید. 1000 میلیارد دلار سند اطلاعاتی 60-70 سال کار استخباراتی دولت عراق مفت و مجانی در دست شما قرار میگیره تا عراق رو ضمیمه دولت موعود یهود خود بکنید برای اربابتان. آیا علی خامنه ای این دشمنی آمریکا باعث کوچکتر شدن بنیادهای شما شده؟ راندخاران سپاه پاسدارانتون دچار ضعف اقتصادی شدن، سفره‌شون کوچیک شده. حضرت آیت الله
خامنه ای غیرت دینی را از دیگر عوامل قیام 19 دی برشمردند و گفتند برخی تلاش و تبلیغ می کنند که غیرت دینی را بی منطقی و خشونت بنامند. اما حقیقت این است که غیرت دینی همراه با عقلانیت و برخاسته از بصیرت است و بصیرت نیز شعبه و مظهری از عقلانیت است، ضمن این که در عمل نیز در اغلب موارد غیرت دینی با عقلانیت همراه بوده است. خب ما هنوز نفهمیدیم این غیرت دینی چیه آقای خامنه ای که باش میشه انقلاب کرد، یک رژیم قوام یافته 50 ساله رو به زیر کشید. ما نفهمیدیم این غیرت دینی چیه، چرا قبلا نداشتن، بعد ناگهان در یه برهه‌ای پیدا میکنن. خب ایشان امام خمینی رحمت الله را مظهر کامل غیرت دینی همراه با عقلانیت و خردمندی دانستند و افزودند. شاگرد شایسته امام آیت الله مصباح نیز هم در غیرت دینی در اوج بود، هم در عقلانیت یک فیلسوف به معنی واقعی کلمه بود. خب حالا برمیگردیم به داستان 19 دی. رهبر انقلاب تصمیم رژیم طاغوت برای چاپ مقاله موهن درباره امام را در یکی از روزنامه ها را تصمیمی بر اساس محاسبه و نقشه خواندند و گفتند طاغوت با درک نفوذ روزافزون امام در مردم میخواست جایگاه انگیزش بخش و انرژی بخش ایشان را تنزل دهد. ببینید آیت الله خامنه ای میگه که درست نخوردیم نون گندم اما دیدیم دست مردم. این شما میگید خمینی یه مرجع تقلید بود. اون کاری که خمینی میتونسته بکنه هر مرجع تقلید شیعه دیگه میتونه بکنه. آنچه خمینی رو قابل ترس میکنه برای رژیم شاه داشتن یک سری عقاید یونیک مخصوص به این آغاز که میتواند یک تحول بنیادین در مردم سازی و مردم بودگی و مردم قصدمندسازی داشته باشه. شما عاجزید از بیان این مسئله. ببینید شما یه ملای یلا قبای ترسو هستی که به راحتی هر کسی رو که باید مخالفت میکنه میتونی از عهده‌اش بر بیاری، بکشی، چه میدونم نابود بکنیم، خلعمال بکنیم، خلع سرزمین بکنیم. چطور شاه نمیتونه آیت الله خمینی رو یک ملای یلا قبای تبعیدی را در کشور دوست و همسایه عراق از بین ببره؟ چرا نمیتونه این کار بکنه؟ چطور رژیم پهلوی بختیار رو در عراق ترور میکنه و میکشه؟ اما یعنی رئیس دستگاه ساواک خودش رو میکشه، چطور نمیتونه خمینی رو بکشه؟ چه اتفاقی میفته؟ مرجعای شیعه دیگه بهشون برمیخوره، خب یک رقیب از میدان خارج میشه. چرا باید پهلوی بیاد در اطلاعات همچین مقاله‌ای چاپ بکنه؟ چرا؟ شما خودت همین کار رو میکنی؟ تو چرا از این اشتباهات نمی کنی؟ چرا فکر میکنید حذف خمینی خیلی سخت بود؟ کشتن خمینی خیلی سخت بود. برای چی سخت بود؟ یعنی فکر میکنید دستگاه ساواک شاه نمیتونست همونی که بعداً تبدیل به وزارت اطلاعات تو شد همون کاری که تو با مردم میکنی بکنه؟ یه حادثه تصادف. امام رو در نجف ماشین زیر کرد، سقف خونش فرو ریخت، سکته قلبی کردن به دلیل کهولت سن، سرطان داشتن. کاری نداره که برای یک دستگاه حکومتی کاری نداره. مثلا مردم چه کار میکنن؟ خب میومدن خیابان. خمینی کدام ایده را دارد که اگر خمینی میمرد حاکمیت با ایده خمینی اون وقت مشکل داشت؟ شیعه‌گری؟ خب به قول شما این شیعه‌گری 1000 سال اینجاست، هیچ غلطی هم نکرد. چه بود؟ شما عاجزید از این که بگید این خمینی کی بود و چه بود. عاجزید، داری لاتالت میگی.
شاه میترسید از این که نفوذ در بین مردم داره، رفته مقاله چاپ کرده. شاه مملکت، شخص اول یک مملکت، این آدم قلدر مستبد به قول شماها، انقدر عاجز از دست یک ملای لاقبای در نجف که مجبور میشه به او حتاکی بکند با نام مستعار، با اون برنامه‌های پلیسی که من در ماجرای رشید مطلق خوندم از زبان داریوش و همایون و عده دیگری، که الان شما دارید میگید که شاه از نفوذ ایشان میترسید. این شاه مفلوک، این شاهی که نمیتونه یک ملای یک لاقبای بی عمق. به خمینی نه طایفه داره نه ایل داره، هیچی نیست. تیمور بختیار نیست که یه ایل پشت سرش باشه. خمینی یه ملای یه لاقباست. پیغمبر اسلام هم که نیست که یه مرجع تقلید شیعه. چیزی که زیاده مرجع تقلید شیعه، چیزی هم که زیاده ملای پولخور گردن کلفت. کاری نداشت که. شما ملا محمد ربیعی رو در کرمانشاه گرفتی کشتی، بعد پسرش هم آوردی تلویزیون گفت که بابام فوت کرد و ببخشید و یعنی این کار شاه نمیتونست بکنه. نمیتونست احمد گریان رو بیاره بگه که بابا مرد فوت کرد. چطور تو از این کارا بلدی؟ تو رفسنجانی رو استخری میکنی، بعد بچه‌هاشم میاری نمایش میدی. شاه نمیتونست از این کارا بکنه. بابا رفسنجانی ملا بود، از کارگزاران اصلی این جریان بود. رفسنجانی در رهبر کردن تو ید طولایی داشت تا ارباب آمریکایی شخصیت تو رو قبول بکنه. چطور خانواده رفسنجانی امروز هستن و هیچ اعتراضی هم نکردن به تو و هیچ کاری هم نمیتونن بکنن، اما شاه اینقدر عاجز شده بود آقای آیت الله خامنه ای که کسی نمیدونه تو کی هستی، ایل و تبارت کیه، از کجا آمدی، چرا کسانی که به این سرزمین حکومت میکنن یه مشت بی ایل و تبار بی شناسنامن. آقای خامنه ای بله، رژیم پهلوی نقشه کشیده. شما نگاه کنید اوج قدرت رژیم پهلوی را. میگه که بر اساس محاسبه و نقشه خواندند و گفتند. نقشه، دستگاه ساواک و دستگاه دربار و محمد رضا پهلوی از بس دچار عجز و ناتوانی شدن که نشستن توطئه کردن یک مقاله رو با یک اسم مجعول به نام رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات خود چاپ کنه. چه شاهکاری کرده این قدرت شاهی، چه قدرتی بوده آقای خامنه ای. خب طاغوت با درک نفوذ روسافزون امام در مردم با چی نفوذ میکرد امام؟ با شیعه گری؟ یعنی شیعه در این مردم نبود تا امام نفوذ میکرد؟ با چی این امام نفوذ میکرد؟ بیارید این متن انقلابی این امام رو بیارید که نفوذ میکرد. تو نمیتونی همینطوری از این حرفا بزنی. آقای آیت الله خامنه‌ای در شأن کسی که ادعا میکنه رهبر یک سرزمینیه خیلی چیز نازلیه از این افاضات بی معنا کردن، از این لاطائلات گفتن. اینه شاید از یه پاسدار پیزوری تو بشه قبول کرد، از تو نمیشه قبول کرد. این اوج استیصال شما رو داره نشون میده، اوج بی‌بضاعتی شما رو داره نشون میده. چه کار کردید این 43 سال به جز تاراج این سرزمین و اجرا کردن دستورات ارباب یهودی مسیحیتان؟ چه کار کردید در این سرزمین؟ حداقل یکم مطالعه میکردید، یکمی برای خودتون بیشتر سعی میکردید ظریفتر با مردم برخورد کنید. کیان اینایی که دور و بر شما فقط دهانن برای بریدن؟
یا احیانا چیزی هم هستن دورو برا تو یه چیزی بهت بدن؟ آقای خامنه ای، میخواست جایگاه انگیزه بخش و انرژی بخش ایشان را تنزیل دهد. یعنی چطوری خمینی انرژی بخش بود؟ آقای خامنه ای چگونه مدیتیشن میکرد؟ ملای تبتی بود؟ گورو بود؟ نوشابه انرژیزا بود؟ ردبول بود؟ چطوری داشت این کارو میکرد؟ انرژی چطور میداد به این مردم؟ این لاتائلات رو از کجا آوردی آقای خامنه ای؟ چگونه انگیزه میداد؟ انگیزه به چه میداد؟ انگیزه رقابت میداد؟ انگیزه چگونه داده میشه به کسی؟ انگیزه شهادت میداد؟ با تعریف کردن داستان حسین ایشون خوب نوحه میخوند؟ نوحه خان درجه 1 بود؟ چه کار میکرد این آقای خمینی که انگیزه میداد و انرژی میبخشید؟ کلاس های مدیتیشن داشت آقا؟ آقای خامنه این حرفا لاتایلات تو داری میگی؟ این اوج بی‌بضاعتی توه و دستگاه یهودیته که نمیتونه این رو انقلاب جلوه بده، چون انقلاب نیست، چون کار ارباب آمریکایی تونه، ارباب یهودی مسیحی تونه. شما هیچ حضوری ندارید، شما جرأت نداشتید مردم سازی بکنید. مردم سازی بشود یلاقبایی مثل تو در این سرزمین جای نداره. تا کجا آمدی؟ این حرفایی رو که من میزنم این مردم میفهمند، اما شما تا حالا یه طرف تریبون دستت بوده با اپوزیسیون برساخته کلونی خودتان. اینی که تو الان داری میبینی مردم قصدمنده، میخواد نابودت بکنه، به همین خاطر راه های نابود کردنت هم بلده. لاتائلاتی که امروز گفتی مجبور شدی واکنش نشان بدی، تلاش مذبوحانه‌ای که میخوای بکنی ثابت بکنی این کار خمینی بوده و این انقلاب بوده و خمینی رهبر انقلاب بوده و سپاه باسترد ناقانونی شما مشروعیت قانونی دارد. و مرکزیت نهضت را از بین ببرد. کدام نهضت آقا؟ چه نهضتی؟ نهضت چه؟ این نهضت متن و محتوا میخواد. نهضت حسینی یزیدی بود؟ نهضت چه بود آقا؟ این نهضت چه بود؟ شما چرا تا 6 ماه بعد از پارادایم شیفت و گذار به جمهوری اسلامی خمینی تان ادبیات و دوگانه مستکبر و مستضعف را ندارد؟ شما به چه چیز نهضت میگویید؟ اینجاست که تو همین لاتائلات رو میگی مجبور میشی به چیز موهومی به نام غیرت دینی اشاره بکنی که کسی نمیدونه این غیرت دینی چیه. ترم سیاسیه؟ ترم دینیه؟ ترم روانشناسیه؟ روانشناسی توده است؟ مردم شناسیه؟ چیه این ترمی که تو به کار بردی الان اینجا؟ ترم حقوقیه؟ و اگر مشت محکم مردم قم در 19 دی 56 به سینه طاغوت نمیخورد، این حرکت در شکل‌های مختلف ادامه می‌یافت. چه کار کردن مردم قم؟ آقای خامنه ای 88 خودشون گفتن 3 میلیون، شما گفتی نبود، شما بگو 500,000 نفر. اومدن شما رو تیپا مالون کردن.
چه اتفاقی براتون افتاد؟ تکون خوردی؟ آی خامنه‌ای یادت بیارم چه حرفایی زدی؟ یا تو گفتی جسم علیلی دارم؟ یه خورده آبرو دارم شما بهم دادید؟ یادته؟ چطوری اینا تو رو از پا در نیاورد خامنه‌ای؟ چطوری این شد مشت محکم بر سینه طاغوت اما تو هیچ وقت مشت محکم نخورده بر سینت؟ چطوری این اعتراضات کور بی هدف بی متن نمایشی اینجاها به انقلاب ختم میشه اما در زمان تو به جای ختم نمیشه؟ چطور این مردم غیرتمند دینی تو که اوج غیرتشان 19 دی بود به مردان سرزمینشان در کهریزک تو و رژیم تو با باتوم تجاوز کردی به مرد؟ به غیرت دینی این مردم تکون نخورد. این شیعه بازهای مرجع باز چطور تکون نخورد این غیرت دینی؟ تو عمل شنیع تجاوز و لواط رو با باتوم رو مردهای این مملکت انجام دادی. چطور این غیرت دینی تکون نخورد؟ اگر این دینی متنی هم داشت که باید تکون میداد این مردم رو، چطور این مردم تکون نخوردن؟ یه ملای دیگه هم این حرفو زد. آقای خامنه‌ای، رهبر انقلاب با اشاره به پشتگرمی طاغوت به حمایت واشنگتن و سخنان کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در دهه دی 56 در تهران افزودند کارتر بر اساس محاسبات غلط آمریکایی ها که همچنان ادامه دارد ایران پهلوی را جزیره ثبات نامید. آقای خامنه‌ای برات بخونم ساپورت آمریکا یعنی چه؟ برات بخونم آقای خامنه‌ای. برمیگردیم به ساپورت آمریکا از آیت الله خمینی مجعول الهویه. کی خمینی رو خمینی میکنه؟ بذار من یه نمونه‌شو برات بخونم. این دیدی آقای خامنه‌ای؟ این خیلی پخش کرده. Where do you get the arms from? از کجا شما این اسلحه ها رو به دست میارید؟ نمیدونم. I don't know. I understand that some of them come from the Palestinian organization, the Palestinian Liberation Organization. Is that true? من اینجور بهم تفاهم شده که بعضی از این اسلحه ها از جبهه آزادی بخش فلسطین میاد. آیا این درسته؟ اطلاعی ندارم. I don't have any information on that. Would it surprise you? آیا باز تعجب شما نخواهد شد؟ که این اسلحه از طرف فلسطینی ها آمده باشه؟ نمیدونم. این رهبر فرزانه خردمند شما نمیدونه که خودشم تعجب میکنه یا نمیکنه؟ میگه نمیدانم. تا این نمایش کارتونی رو بفهمی میدونی کدام مصاحبه است آقای خامنه‌ای؟ بهت میگم کدام مصاحبه است. آقای خامنه‌ای این مصاحبه احیانا 2 ماه قبل از اینکه خمینی برگرده به صورت پخش مستقیم پخش شده. مکنیل، آقای مکنیل با خمینی مصاحبه میکنه. حدود 2 ماه پیش از بازگشت اینو سایت BBC نوشته به تاریخ 12 بهمن 97، 1 فوریه 2019. حدود 2 ماه پیش از بازگشت آیت الله خمینی به ایران، رابرت مکنیل مجری برنامه مکنیل کانال PBS به نوفل شاتوی فرانسه سفر کرد تا اولین مصاحبه تلویزیونی مفصل یک شبکه آمریکایی را
با او انجام دهد. در هوای سرد پاییزی جمعه اول دسامبر 1978 10 آذر 57 تیم PBS ابتدا از آیت الله خمینی و هوادارانش حین اقامه نماز جماعت در حیاط ویلای محل اقامت وی فیلم برداری کرد. آقای خامنه‌ای این تبلیغات وسیع در یک شبکه مهم در ایالات متحده آمریکا به صورت پخش مستقیم برای چی؟ برای ملای مجعول الهویه گمنام برای خمینی میشه؟ چرا آقای خامنه‌ای؟ حمایت این شکلیه یا اون حرفای کارتر؟ خب ادامه میدیم. من فراسایی رو از این براتون میخونم. میگه که آقای مکنیل میگوید ابراهیم یزدی من را معرفی کرد. او یعنی آیت الله خمینی با بی‌اعتنایی کامل سری تکان داد. ببینید اینا کاملا ساخته است ها. خمینی یک چهره برساخته است، بهش میگن چگونه رفتار کن. این آقای خمینی حالا ایشون توضیح میده. میگه این روزنامه‌نگار کانادایی الاصل قبل از پیوستن به PBS برای BBC و پیش از آن هم برای شبکه NBS آمریکا کار میکرد. از ریچارد نیکسون و فیدل کاسترو گرفته تا جرارد فورد و وودی آلن به این روزنامه‌نگار کهنه‌کار مصاحبه دادند. ولی وقتی در نیویورک به دیدارش رفتم تأکید داشت که مصاحبه آیت الله خمینی شگفت انگیزترین مصاحبه‌ای بوده است که در طول زندگی حرفه‌ای خود انجام داده. آقای مکنیل میگوید تا آن روز از نزدیک یک آیت الله ندیده و مجبور نشده بود قبل از ضبط برنامه کفش‌هایش را در بیاورد. در اتاقی خالی از اسباب و اساسیه 4 زانو در کنار مصاحبه شونده روی زمین بنشیند. او میگوید بیشتر افراد مشهور یا شخصیت‌های سیاسی قبل از مصاحبه قدری خوشوبش می‌کنند تا نظر مساعد شما را جلب کنند، ولی آیت الله خمینی ابداً چنین کاری نکرد. مرض داشتی مگه بری اونجا؟ کی بهت دستور داده بود بری اونجا؟ تو با سفارش کی رفتی اونجا؟ خمینی هم بی محلت میکنه. برای چی این پوششو به خمینی میدی؟ چرا؟ چه چیز این خمینی مهمه که تو داری این پوشش رو میدی؟ برای چی دارید این کار رو میکنید؟ طوری به من نگاه کرد که انگار پل کوچکی هستم. که باید از رویش عبور کند تا به مکانی که میخواست رویش بنشیند که پشتی بزرگ بود برسد. خمینی هم اینو میدونست باید از رو پل تو رد بشه تا بشه خمینی. آقای مکنیل، آقای علی خامنه‌ای، نظر شما چیه؟ خمینی توسط رسانه‌های خارجی غربی ارباب آمریکایی جودو کریستیانیتی شما خمینی شد رهبر. شبکه‌های مختلف مشهور با چهره‌های مشهور خودشان در آن زمان به این گفتن رهبر. یه ملای یلاقبا رو با 4 تا شخصیت برساخته در کنار هم قرار دادن، گفتن در اینجا داره انقلاب میشه. یه مشت نمایش‌های خیابانی به راه انداختی تحت نام شب 40 و شب 7 و این شهر و آن شهر، بهش گفتید انقلاب. این الان که از خمینی میشه چیه؟ حمایت نیست؟ جهان خبرنگاری خیلی کنجکاوه بفهمه چه خبره. چطور ما از این خبرنگاران نمیبینیم آقای خامنه‌ای؟ چطور این انحصار و این شبکه‌های گران قیمت در اختیار قرار نمیگیرن تا این لاطائلات خمینی رو پخش کنه؟ میگه که تو تعجب نمی‌کنی، میگه نمیدانم. این طرف در مورد احساسات خودش هم هیچی نمیدونه تعجب میکنه یا نمیکنه. تو به این میگی آدم سیاس. خب
پس خمینی میدانست که باید از این پل کوچک عبور بکنه تا به خمینی تبدیل بشه. وی افزود انگار تمام اعضای بدنش با حداقل نیروی ممکن کار میکردند. به غیر از مغزش آن همزمانی که باید حرف میزد. آرامترین و بی حرکتترین انسانی بود که تا به حال دیده بودم. آرامش محض و اطمینان خاطر کامل داشت. ما می‌دانستیم او اندیشمندی است که مدت‌ها پیش طرز فکرش شکل گرفته و درباره چیزهایی که می‌توانست نظرات محکمش را زیر سوال ببرد کنجکاو نبود. دروغ میگه. مکنیل دروغ میگه. BBC دروغ میگه. تو دروغ میگی. کو این نظرات خمینی که اندیشمند بود؟ کو این نظرات خمینی که 6 ماه بعد از گذار به جمهوری اسلامی دوگانه مستکبر و مستضعف رو استفاده کرد؟ کو این نظرات خمینی؟ ما می‌دانستیم که این یک اندیشمند است. کی بود؟ کارل مارکس بود، هگل بود، ابو حامد غزالی بود. کی بود این؟ کو این نظرات خمینی؟ کو این نظراتی که این موج خروشان مردم را الهام بخشی کرد؟ تو میگی انرژی بخشی کرد، انگیزش بخشی کرد. کو این نظراتش؟ حالا میگه که مصاحبه PBS فرصت بسیار ارزشمندی به آیت الله خمینی داد تا نظرات تعدیل شده اش را برای اولین بار به طور مستقیم پخش زنده که 1978 چه امکاناتی میخواهد بماند، پخش زنده برای ملای یلاقبای مجعول الهویه. یعنی اگه ایالات متحده آمریکا حافظ شاه بود، نابودی یک ملای پیزوری یلاقبا کاری داشت. ایالات متحده آمریکایی که ویتنام را در کارنامه داشت، جنگ کره را در کارنامه داشت، سرکوب شدید قیامهای دانشجویان را در کارنامه داشت، کشتن یه ملای پیزوری در پاریس کاری داشت. اصلا ایگنور کردنش. چرا از این مصاحبه میکنن؟ چرا این امکانات بزرگ رسانه‌ای رو در اختیار خمینی قرار میدن؟ آقای خامنه‌ای، چرا نمیان در اختیار من قرار بدن؟ چرا آمریکا نمیاد من رو به عنوان رهبر قیام مردم نشون بده به صورت پخش مستقیم؟ من این ایرادم ندارم که در مورد احساسات خودم یا رفتارهای خودم گیج باشم، ندونم که تعجب میکنم یا تعجب نمیکنم. به گوش دولت و مردم این کشور برساند. عجب عجب. برنامه نسبتاً جدید مکنیل هم گفتگوی اختصاصی با آیت الله خمینی را موفقیت بزرگی برای خود می‌دانست، زیرا پیش از غول‌های تلویزیونی NBC، ABC، CBS با رهبر مشهور مخالفان شاه مصاحبه مفصلی ضبط کرده بود. ولی آیت الله خمینی در مصاحبه خود نه اشاره‌ای به مارکسیسم کرد و نه از اسلام صحبتی کرد. او صرفاً گفت که مردم طرفدار من هستند. یعنی چی مردم طرفدار منه؟ شما بارسلونایی، شما کشتیگیری، شما ورزشکاری،
شما تیم فوتبالی چجوری طرفدار تو هستن؟ چون مرجع تقلیدی مقلدان دارند. تو ایده انقلابی داری خمینی، ایده انقلابی چه شکلیه؟ کو چه بود این ایده انقلابی تو که مردم سازی میکرد؟ کو مردم طرفدارشه، خودش داره میگه مردم طرفدار من. یه رسانه آمریکایی پوششش میده به صورت پخش مستقیم و این رو انعکاس جهانی میدن تا از این خمینی رهبر بسازن. آیه خامنه ای چرا ایالات متحده آمریکا این بوجای هنگفت رو برای شما صرف میکرد؟ چرا این کارو میکنن؟ اون میگه، حالا پاسخ میده مکنیل، میگه که وقتی که رسانه‌های عمومی مبارزه یک نهضت متمایل به دموکراسی برای سرنگون کردن رهبر مستبد، اینا رو BBC می‌نویسه، را دیدن، طبیعتاً کنجکاو شدند. که افرادی که پشت انقلاب بودند را بشناسند. به نظر من آیت الله خمینی از این وضع سود برد تا زمانی که اقدامات آنها به خشونت و سیاهی کشیده شد. آقای مکنیل آن روز از آیت الله خمینی درباره ویژگی‌های حکومت اسلامی مد نظرش سوالی نپرسید. چرا نپرسید؟ مگه کنجکاو نبوده که بدون کیا پشت این انقلابن؟ انگیزه این انقلاب چیست؟ چرا این تونسته؟ تو داری ادعا میکنی این در مقابل استبداد ایستاده، دموکراسی خواهه. مگه تو این داری نمیگی آقای مکنیل؟ چرا سوال نمی کنی که این دموکراسی خواهی این آقا چه شکلیه؟ چگونه در مقابل استبداد میسته؟ چه فرمولی داره که این استبداد رو از بین میبره؟ و چرا سوال نمی کنی؟ مگه وظیفه تو سوال کردن نیست آقای مصاحبه گر، آقای کنجکاو که میخوای این انقلاب، دستای پشت پرده این انقلاب رو بشناسی؟ چرا سوال نمی کنی؟ او حتی اگر این سوال را هم مطرح میکرد باز هم بعید بود پاسخ صریحی دریافت بکند. تازه اگرم سوال میکرد خمینی که پاسخ نمیداد که. بعد این آقا از کجا فهمیده که این انقلاب دموکراسی خواهی بوده در مقابل یک استبداد میخواسته بیسته؟ تو که محتوای اینو نمیدونی. حالا ارزش این انقلاب اینه که در مقابل استبداد میخواد بیسته، باید بدونی محتوای این خودش استبدادی نیست. کو متن این؟ متن انقلاب کو؟ نداری. میگه که او می‌افزاید به همین علت در هیچ یک از مصاحبه های ایشان که بالغ بر بیش از 200 مورد است کوچکترین اشاره‌ای به نظریه سیاسی ولایت فقیه نشده است. آیت الله خمینی در فاصله چندین ماه از دی 56 200 مورد مصاحبه شما باش میکنید، یعنی اربابان خارجیتون میکنن تا خمینی میشود. اینجا از قطب زاده میگه خمینی رو کسی نمیشناخت تا بهار 57. کی میشناسن این خمینی رو به این مردم؟ 200 مورد مصاحبه با بودجه تکس پیرهای اروپای آمریکایی، پروژه ارباب آمریکاییتون. و خمینی چون مرجع تقلید بود می مرجعیتید. درسته این آقای خامنه ای؟ حمایت یعنی چه؟ برای چی 200 مصاحبه، بیش از 200 مصاحبه میکنن از این خمینی؟ اونم قدرت های جهانی، اونم میدیاهای قوی این قدرت های جهانی.
این برساختن خمینی نیست آیت الله خامنه‌ای، پس چیست؟ آقای یزدی می نویسد این شیوه عمل به ما امکان میداد که پرسش‌ها و پاسخ‌ها را ویرایش کنیم و انسجام پاسخ‌ها را در نظر داشته باشیم. حتی در مورد مصاحبه تلویزیونی سرتاسری آمریکا من این شرایط را مطرح و اجرا کردم. مردم آمریکا نمیدونن ایران کجاست. شما چه کنجکاوی برای مردم آمریکا داشتید که پخش سراسری مصاحبه خمینی بکنید برای مردم آمریکا؟ چه اصراری داشتید؟ نمیگید کی سفارش داده؟ کی ترتیب این مصاحبه زنده سرتاسری رو داده؟ با بودجه کی این 200 مصاحبه شده؟ به کدام قصد و نیت؟ به کمک به قصد و نیت حمایت از شاه؟ از شاه؟ اما قیام مردم قم و سلسله قیام‌های بعد از آن به گونه‌ای نقشه محاسباتی رژیم آمریکا را برهم زد که کارتر مجبور شد سال 57 ژنرالی به نام هایزر را به ایران بفرستد تا با کشتار، کودتا یا هر روش دیگری نهضت اسلامی ایران را سرکوب کند. نه، نهضت اسلامی گذار به جمهوری اسلامی را در مسیر عملیش قرار بده. آقای هایزر، این آقای هایزر بود و به پشتوانه آقای هایزر بود که شورای سلطنت رو باطل کردید. با پشتوانه آقای هایزر بود که شاه رو 26 دی 57 از مملکت اخراج کرد. این آقای هایزر بود که ارتش اعلام بی‌طرفی کرد. علی خامنه‌ای نه؟ کدام سرکوب؟ سرکوب که؟ سرکوب چه؟ شما خوب میدانی سرکوب یعنی چه آقای خامنه‌ای. سرکوب بود. پیروزی انقلاب تو یعنی چه؟ یعنی اعلام بی‌طرفی ارتش؟ این همون ارتشیه که هایزر اومده احیانا نظر شماها پیروز بشید، بعد ناگهان این ارتش اعلام بی‌طرفی میکنه، شما اعلام میکنید پیروز شدید. آمریکا اینطوری قیام ها رو سرکوب میکنه. این کار رو در آمریکای لاتین کرد. آره آقای خامنه‌ای، ارباب بزرگ خبیث گنده با آوردن یک ژنرال به نام هایزر تمام قدرتی که داشت این بود. شما اگر این موج عظیم بودید که هایزر ترسید ازتون، چرا ارتش اعلام بی‌طرفی کرد؟ صحیح و سالم. چرا اعلام بی‌طرفی کرد؟ تا شما اعلام پیروزی بکنید. آقای خامنه‌ای، مردم سوریه قیام کرد، تو و ارباب آمریکاییت نذاشتید بشار اسد از بین بره. تا کاخ ریاست جمهوری مردم مسلح رفتند، نیفتاد بشار اسد. بعد چطوری هایزر گذاشت شماها بدون متن، بدون مردم سازی انقلاب بکنید؟ آنچه که دیدید تلاش مذبوحانه آیت الله خامنه‌ای است زیر فشار احکامی که آخذ کردار سربخو صادر کرده در ابطال این کورپریشن یهود ساخته غاصب این سرزمین و این نوکران یهود جهانی، موجودیت ناقانونیشان و موجودیت دست نشاندگی و خارجی بودگیشان، اینها رو به واکنش‌های مذبوحانه واداشته. لاطائلاتی که از زبان آیت الله خامنه‌ای به عنوان لیدر این جریان طرح شد.
ما شما را نابود می کنیم. ناموجودان قانونی، تهدید کنندگان این سرزمین، شما نابودی مردمان ما و سرزمین ما را رقم زدید. بر ساختگان دست نشانده اربابان یهودی مسیحیتان ما نابودتان میکنیم.